Sharaf Media taqdim mekunat. ادا زنگ میزنه. اگه میخوای جواب بدی. نه بعداً جواب میدم. الان فکرت میمونه اونجا، لطفاً جواب بده. الو ادا جون، اصلا تو موقعیت مناسبی نیستم، بعداً حرف میزنیم باشه؟ الان هارون کنارمه. نه آبجی، خیلی مهمه. خیلی خوب باشه، بگو زودتر این موضوع مهم چیه؟ من میخوام ازدواج کنم. چی؟ ازدواج میکنی؟ با کی؟ ادا مزخرف نگو، شوخی میکنی؟ الان کجایی؟ باور کن راست میگم آبجی. این اواخر به خاطر من خیلی ناراحتی کشیدی، برای همین میخواستم فورا بهت بگم همه چی درست میشه آبجی. اگه بخوای میتونی این مژده رو به هارونم بدی، اونم خوشحال میشه. ادا دست از این تصمیمایی بچگانه و عجولانت بردار. پرسیدم کجایی؟ یکم دیگه میرم خونه، بعدم با هم حرف میزنیم. میخوای سر را بیام دنبالت؟ قطع کرد. چی شده؟ ادا چی گفت؟ شنیدی که میخواد ازدواج کنه. با کی؟ با دوست پسر دوران بچگیش. هارون میدونم میخواستی با هم حرف بزنی، اما نه مهم نیست. حالا بعدم با هم حرف میزنیم. فعلا خواهرت مهمتره. ازت ممنونم که منو درک میکنی. ادا کجا بود؟ گفت که میره خونه. اینطوری بهتره تا بخوای از همه فرار کنی. ازدواج که کنی هم به خانوادت نزدیکی، هم میتونی کلاساتو ادامه بدی. دیگه مجبور نیستی تمرینا رو ول کنی. ولی شکمم بزرگ میشه، مجبورم رقص ول کنم. مطمئنم که بهت میاد. تو مادر زیبایی میشی. همه فکر میکنن بچه توه. مطمئنی که اینو میخوای تولگا؟ مگه من چی رو از دست میدم؟ از نظر من فرقی نداره.
ولی اگه بخوای میتونی به خواهرت بگی که این یه ازدواج فرمالی. نه نمیخوام. نیازی نیست که بدونه. هیچ کس نمیفهمه. هیچ کس. باشه، هر جور تو بخوای. از فردا کارا رو شروع میکنی. خب دیگه بیا میرسونمت. تولگا. بله. چرا این همه خوبی؟ این چه سوالیه؟ مگه تو دوست بچگیام نیستی؟ پس دوستی یعنی چی؟ تو بهترین دوست دنیای منی. بیا. اگه آقا از شکایتشون نگذرن باید پسرتون رو به جرم سوء استفاده از موقعیت شغلی به دادگاه انتقال بدیم. من شاکی نیستم. سوء تفاهم پیش اومده. باشه. کرم گلر رو بیارین. ببین استاد جمیل، به خاطر زحماتی که سالها برامون کشیدی پسرتو میبخشم. تا به امروز هیچ خطایی از شما ندیدم، ولی پسرت به شما و خانوادت نرفته. فراموش نکن اگه این موضوع پخش بشه تمام مشتریاتو از دست میدی. مرسی نجیب خان. جمیل اوستا میتونین برین. خدا بد نده. بازم ممنونم. خواهش میکنم. بابا معذرت میخوام. نوبت ما نشده؟ خیلی ازت ممنونم تولگا. تو رو اینجا نبینن بهتره. اگه بخوای من باهاشون صحبت میکنم. کی بهشون بگم نمیدونم، بعداً راجبش فکر میکنم. باشه. خودشه، همون پسری که ادا راجع بهش میگفت. تولگا، من برم ببینم جریان از چه قراره. خب ما بگیم این دختر سر به هواست. تو دیگه چرا تولگا؟ اینو دیگه از کجا در آوردی؟ ملدا، میدونم یکم بی مقدمه بود ولی ما متوجه شدیم که همدیگر رو دوست داریم. این اسمش چیه؟ عشق فوری؟ آبجی لطفاً بعداً حرف میزنیم. خب دیگه تولگا، بهتره تو هم بری خونه. فردا مفصل با تو هم حرف میزنم. فردا بهت زنگ میزنم. عزیزم، دلم میخواست بگم بیای تو، ولی با این اوضاعی که پیش اومده. میفهمم ملدا. فردا تو شرکت میبینمت. میبینمت. روز بخیر. روز شما هم بخیر. دخترها یادشون رفت ما رو به هم معرفی بکنن. بله درسته. من تولگا. شما هم باید شوهر خواهر ادا باشین. بله من هارونم. خوشبختم. بفرمایید من میرسونم بهتون.
نه من مزاحم نمیشم. زحمتی نیست. بیا. باشه. ادا فوراً به هم توضیح بده. این مسخره بازی چیه رو انداختی؟ این چه حرفیه که میزنی آبجی؟ شنیدی که تولگا چی گفت؟ متوجه شدیم همدیگه رو دوست داریم. ادا با من بازی نکن. مگه تو همین دیروز به خاطر قارون اشک نمیریختی؟ آره ولی متوجه شدم اون یه اشتباه بود. تولگا از این خبر داره؟ بله آبجی. سخت بچه چی؟ اینم میدونه؟ بله. من که سر در نمیارم. بازم میخوای همه چی ازم قایم کنی ادا؟ چیو سر در نمیاری آبجی؟ دوستم داره، منم دوستش دارم، خیلی آدم خوبیه. فقط به خاطر اینکه آدم خوبیه نمیشه باهاش ازدواج کرد. تو شرایطی نیستی که درست تصمیم بگیری. چون یه اشتباه کردی مجبور نیستی با اولین آدمی که سر راه سبز شد ازدواج کنی. مجبورم آبجی. نمیتونم تو صورت کسی نگاه کنم، نه تو نه مامان نه بابا. هر روز یه شکنجه جدید. یا از اینجا میرم یا هر چه زودتر ازدواج میکنم. میخوای از شاله در بیای بیفتی تو چاه؟ بار اول اشتباه کردم، دیگه نمیخوام اشتباه کنم. عزیزم بیا اینجا. ما که به جز هم کسی رو نداریم. کی تصمیم گرفتین ازدواج کنین؟ خیلی وقت بود بهش فکر میکردیم ولی یه دفعه این تصمیم رو گرفتیم. در واقع به لطف شما بود که این اتفاق افتاد. یعنی ازدواج شما و ملدا به ما این جسارت رو داد. ما هم گفتیم واسه چی دیگه صبر کنیم، هرچی زودتر بهتر. خیلی وقته که با هم هستین؟ خیلی ساله. ما از بچگی همیشه عاشق هم بودیم. عشقمون هیچ وقت کم نشد. اینجور عشقای بزرگ نصیب هر کسی نمیشه. شما و ملدا خانومو نمیدونم، حتما شما هم دارین با عشق ازدواج میکنین. خب به بابا چطوری میخوای بگی؟ فکر میکنی بهت اجازه میده به این سرعت ازدواج کنی؟ نمیده. پس چی فکر کردی؟ بعد از ازدواجم میگم. ها؟ میخوای بابا سکته کنه؟ تو هم مثل فردا. مثل اون نیست. البته که فرق میکنه. وقتی بلال اومد خواستگاری فردا بابا گفت نه، ولی تو حتی ازش نپرسیدی. پس چی کار کنم آبجی؟ بگو دیگه. متوجه نیستی؟ میگم چاره ای ندارم. آبجی خیلی خستم، میخوام بخوابم، خواهش میکنم. باشه بگیر بخواب. آبجی اگه سراغ منو گرفتن بگو سر تمرین خسته شده خوابیده. باشه. همونجا وایسا. اگه پاتو بذاری تو قلم پاتو میشکنم. جمیل چه خبر شده؟ بابا کرم بگو ببینم چی شده، برای چی گریه میکنی؟ مامان به خدا قصد بدی نداشتم. گریه نکن، بگو چی شده. پسر بگو دیگه چه شده؟ بیا بگی. تا وقتی که عقلت بیاد سر جاش تو تعمیرگاه میمونی. ریختتو نبینم. آخه بابا چطوری اونجا؟ خفه شو. بیشتر از این عصبانیم نکن، وگرنه از اونجام پرتت بکنم بیرون. اون وقت مجبور میشی تو کوچه بخوابی. اگه کسی راش بده تو خونه با من طرفه. بگو چی شده، تو رو خدا حرف بزنه یکی با من. چی کار میخواستی بکنه؟ دزدی؟ چی؟
بله برو گم شو. برو گم شو. بابا رامیا بابا گوش کن. برو بیرون. دزدی کرده. جمیل بله آقای دکتر، به نظرتون حالش چطوره؟ متاسفانه آلزایمر باعث میشه که همسرتون گاهی رفتارهای ناراحت کننده از خودش نشون بده. میدونین؟ بله آقای دکتر میدونم. لطفاً فراموش نکنین که همسرتون به طور مداوم اینطوری نیستن. مهمتر این که به خاطر این خودتون رو سرزنش نکنید. این خطای کسی نیست، فقط مراقب باشین که داروهاشو به طور مرتب مصرف کنه. البته خیلی سعی میکنیم مراقب باشیم. باشه، به امید دیدار. متشکرم آقای دکتر. خداحافظ شما. پیش ملدا آبرومون رفت. بابا جون میبینی که مامانم دیگه به حرف کسی گوش نمیده. شاید اگه بفرستیمش خانه سالمندان بهتر باشه. ایشیل، خوب میدونی در این مورد نظرم چیه. اگه اصرار کنی دلتو میشکنم، یادت باشه. میخوای رو این چوبا بگیری بخوابی؟ اینا رو بگیر. کرم، آخه این چه کاری بود؟ این کار در شأن تو بود کرم؟ مامان من که ندزدیدمش، فقط ازش استفاده کردم. میخواستم یه ساعت با دوستان بچرخم بعدم برش کردونم. نه که اون پلیسا نبودن الان بابام هم نمیفهمید. آی پسری بی عقل من. خیلی خوب دیگه بلند شو، برو همونجا بگی بخواب. الان دیگه پدرت عصبانیتش میخوابه و برمیگردی خونه. پاشو. مامان منم غرور دارم. بذار تو اون کاری که کردم و بدم. خیلی خوب، پس بلند شو رخت خوابتو درست کنم. شبت بخیر. شب بخیر. در واقع به لطف شما بود که این اتفاق افتاد. یعنی ازدواج شما و ملدا به ما این جسارت داد. ما هم گفتیم واسه چی دیگه صبر کنیم، هر چی زودتر بهتر. ما هم از بچگی همیشه عاشق هم بودیم، عشقمون هیچ وقت کم نشد. اینجور عشقای بزرگ نصیب هر کسی نمیشه. صبح بخیر. صبح بخیر. چقدر خوابیدی دختر؟ مگه آدم انقدر میخوابه؟ بابا جون چای میخورین براتون بریزم؟ نه مرسی. جمیل، اون پسره رو زیاد تحت فشار نذارش، به خدا پشیمونه. پشیمونه ها؟ فردام پشیمون بود، الان کجاست؟
خدا از دست کدومتون بکشم؟ کرم از یه طرف، فردا از یه طرف. به خدا دیگه من خسته شدم. ادا، تو هم زودتر صابونتو بخور بریم یه سر به فردا بزنیم. گوشیش خاموشه. تلفن خونرم جواب نمیده. دارم از نگرانی میمیرم. حتما یه چیزی شده، حتما. دلم میخواد ولی کار دارم مامان. حتی دیرم کردم. یه چایی بخورم باید برم. خوبه. تو هم برو. همتون بریم. اصلا همتون مامانتون رو تنها بذاریم. من هنوز نتونستم به بابات بگم نامزدی رو عقب انداختیم. آخه تا کی میتونم تحمل کنم؟ چقدر میتونم؟ باشه مامان، خودم اصر با بابا حرف میزنم، حلش میکنم. املتت عالیه مامان، دست در نکنه. نوش جونت. میبینم که امروز حالت خیلی خوبه. خب مگه چیه؟ خب حالم خوبه دیگه. خب نمیخوای به منم بگی؟ به زودی مامان جون. یکم باید صبور باشی. یه سورپرایز توپ برات دارم. یه چای دیگه برات بریزم؟ بریز. باشه عزیزم. صبحت بخیر. کجایی؟ الان از خونه زدم بیرون. تو کجایی؟ منم دارم میام. عکسم برداشتی؟ آره برداشتم. همه چی حل. باشه عالیه. پس میبینمت. میبینمت. مامان جون من میرم. پس چایی چی میشه؟ تو به جای من بخورش. باشه میبینمت. میبینمت. با من بیا. داری چی کار میکنی؟ بیا بشین تو ماشین، باید با هم حرف بزنیم. ولم کن. خیال کردی مأمور مافیایی؟ داری چی کار میکنی؟ نگهدار، میخوام پیاده بشم. نمیشنوی؟ وایسته دیگه. هرچی میخوای بگی بگو. کار دارم، با تلگا قرار دارم. از کی با این پسر رابطه داری؟ حرف بزن. ببینم مگه به تو ربطی داره؟ ربط داره. تا واقعیتو نگی نمیذارم جایی بری. چیو میخوای بدونی ها؟ این که وقتی با تو بودم با اونم بودم یا نه؟ اینه که داره عذابت میده؟ آره وقتی با تو بودم تلگام تو زندگیم بود. همونطوری که تو زندگی تو هم خواهرم بود. حس بدیه مگه نه؟ فریب خوردن آدمو خیلی میرنجونه. نه این درست نیست. نه درسته. منم تو رو فریب دادم. ادا هرچی بین ما بود واقعیت بود. تو میخوای همه رو انکار کنی؟ فقط میخوام فراموشت کنم، همین. خواهش میکنم ولم کن. ادا ازدواج نکن. ملدا خانم، چرا در رابطه با حادثه اسپانیا به من چیزی نگفتین؟ من با شرکت اسپانیا صحبت کردم. فقط یکی از کانتینرها. من راجع به این موضوع صحبت میکنم.
از کی تا حالا قبل از اینکه کارای بیمه رو حل کنیم به خارج از کشور جنس صادر میکنیم؟ کارای بیمه حل شده آقای بوراک. ببینین همشون اینجاست. که اینطور معلوم تفاوت زمانی در نظر نگرفتیم. این اشتباه مسخره رو حتی یه منشی هم مرتکب نمیشه. میدونیم این مسئولیتیتون چه عواقبی برای شرکت داره؟ من معذرت میخوام، یعنی نمیدونم با اون شرکت اسپانیایی صحبت کن. من گزارش کامل خسارت رو میخوام. روز بخیر. صبح بخیر. روز بخیر. ملدا خانم تو اتاقشونن؟ بله توی اتاقشونن. آقای بوراک هم هستن. صبح بخیر هارون. شنیدی چی شده؟ چی شده بوراک؟ اونو از خانم محترمت بپرس، اون بهت میگه. ملدا چی شده؟ با بوراک حرفت شده؟ حق داشت. یه اشتباه مرتکب شدم. اون کانتینری که چاپ شده بود به خاطر اختلاف ساعت شامل بیمه نمیشه. خب چقدر ضرر کردیم؟ هنوز نمیدونم ولی خیلی زیاده هارون. من چطور همچین اشتباهی رو کردم؟ ادا از یه طرف، خانوادم هم از یه طرف. رو کارم نمیتونم تمرکز کنم هارون، به تو هم نمیرسم. ناراحت نشو ملدا، ممکنه هر کسی اشتباه کنه. باید ببینیم چطوری میتونیم جبرانش کنیم. ببخشید. بله؟ که اینطور باشه. در واقع الان وقتم آزاده، میتونیم حرف بزنیم. یکم دیگه اونجا. ملدا من باید برم. کی بود؟ یکی از دوستام یه مشکلی داشت. راستی دیگه ناراحت نباش باشه؟ خیلی منتظر شدی؟ تو گریه کردی؟ نه. میدونی که این فقط یه ازدواج فرمالیته است. خب دیگه بریم. این خوبی تو هرگز فراموش نمی کنم. یعنی من و بچه‌م زندگیمونو به تو مدیونیم. بریم دیگه. یه پسر ساده است که با مادرش زندگی میکنه. سر به زیر، بی آزار. تو آموزشگاه رقص با هم تمرین میکنن. آها، مهندس هم هست. تازه فارغ التحصیل شده. میبینی چه اطلاعات کاملی واسه پیدا کردم؟ هرچی باشه حق دارم بدونم دلیلش چیه. بگو دیگه. اینا رو واسه چی میخوای؟ میخواد با ادا ازدواج کنه. چی؟ یکی دیگه تو زندگی ادا بوده؟ پسر جون واقعا خوب قصر در رفتی ها. یعنی چی؟ یعنی اگه ملدا نبود الان باید با شاخات پشت منو میخاروندی. فکر کنم که داستان حاملگی و اینام لابد دروغه. یه دختره که هلاک ازدواج بوده. در مورد دختری که نمیشناسیش مزخرف حرف نزن. اون داره به خاطر من ازدواج میکنه. ببخشیدا ولی مثل این که از زور حسادت چشات کور شده. صبح بخیر. چیه؟ هنوز غری؟ چرا جواب نمیدی؟ منو لایق نمیدونی با من حرف بزنی؟ به من دست نزن، ازت بدم میاد. منو نگاه،
مثل اینکه پررود کردم. فکر میکنی نمیدونم پشتت به کی گرمه؟ فکر کردی خواهرت با مایه دارم میپره چیزی دست بال تو رو میگیری؟ آره؟ کور خوندی ضعیفه، چیزی آیدت نمیشه. مامان فردا دخترم، ببینم حالت خوبه؟ خیلی نگرانت بودم. تلفنت برای چی خاموشه؟ خوبم مامان. بلال هنوز قبضا رو پرداخت نکرده. هنوز خونه است؟ آره هست. اشکال نداره خونه باشه کاریمون نداشته باشه. بیا مامان. بچه ها کجان؟ اوه مامان جون خوش اومدی. بده دستتو ببوسم. خیلی ممنون. معذرت میخوام، میونمون شکراب شده بود، شما رو هم ناراحت کردیم، ولی خدا رو شکر دیگه خوبیم. مگه نه فردا؟ راستی یادم رفت بگم مادر، تبریک میگم واسه ملدا جون که ازدواج میکنه. ما کی قرار آشنا بشیم با این باجناق مایه‌دار؟ مامان جون من برم برات قهوه درست کنم. نه دخترم زحمت نکش، زیاد نمیمونم، فقط میخوام یکم باهات حرف بزنم. باشه پس من تنها تو میذارم، مادر دختر راحت صحبت کنین، به بابا هم سلام برسونین. عزیزم من میرم بیرون، چند تا کار دارم. چیزی میخوایی اسب برگشتنی برات بگیرم؟ نه به سلامت. چک نمیزنی؟ بیا اینجا. مامان بابام چطوره؟ دیگه امکان نداره منو ببخشه نه؟ حالا تو باباتو ول کن، حال خودت چطوره؟ ببین راستشو به من بگو، این پسر واقعا آدم شده؟ بهتر از قبله. آخ فردا مامان جونم میدونم نگرانی، ولی ببین ما حالمون خوبه، نگران نباش. دختر عزیزم صبور من. بله ملده. عزیزم کجایی؟ تو قایقم. با کی؟ تنهایی؟ آره چیزی شده؟ نه دیدم برنگشته دفتر، یکم نگران شدم. کاش کنارم بودی. باشه من میرم خونه، کار دارم، فردا میبینمت. آها حالا شد یه چیزی. ببین که 4 تای بیرون با هم نیومدیم. راستش دوستان ما میخوایم یه چیزی بهتون بگیم. جدی؟ خدای من چه چیزی؟ چیزه. خب بچه ها ما داریم ازدواج میکنیم. چی؟ جدی میگی؟ آره ازدواج میکنیم. شوخی نکنین، حقیقتو بگین ببینم. بچه ها شوخی نمی کنیم، جدی داریم ازدواج میکنیم. همین. اینا خیلی جدی هن. پسر آب زیر کانیه ها. آفرین به تو، بزن قدش. آفرین، میریم یه بار، باید اینو جشن بگیریم. دیره من باید برم خونه. دختر جون الان دیگه کنار شوهرتی، بابا دیگه چیزی نمیگه که. تو حرف نزن. شوهر رو باش، یه کار درست حسابی هم نداره.
الان چه وقت این حرفاست؟ حداقل یه تبریک میگفتی. فکر میکردم از هم هیچی رو مخفی نمی کنیم، ولی مثل اینکه اینطوری نبود. یهو وقتی که بچه دار میشدین به هم میگفتین که با هم دیگه رابطه داریم. سوال چرا انقدر عصبی شو؟ منم باید برم. من میرسونمت. نه خودم میرم، میخوام با سوال حرف بزنم. ولی واقعا سوالم حق داره. بی پول و پله چطور این کار ممکنه؟ یه راهی پیدا میکنیم. خدا بزرگه. من یه فکری دارم، ولی چه فکری؟ چرا از خواهر ادا کمک نمیخوای؟ از خواهر ادا؟ آره از خواهرش، آبجی ملدا. سوال وایستا. سوال لطفا این کارو نکن. دست ما نبود، یه دفعه ای شد. شما دوتا، تو و تولگا، وقتی تو یکی دیگر رو دوست داری چطور میتونی با تولگا ازدواج کنی؟ ادا چطوری میتونی با احساساتش بازی کنی؟ سوال من با احساسات کسی بازی نمی کنم. ما این تصمیم رو با هم گرفتیم، میفهمی؟ یعنی چی؟ یعنی تو یه دفعه فهمیدی که دوستش داری؟ تا 2 روز پیش تو عاشق یکی دیگه بودی. با این تصمیمات زندگی خودتو تولگا رو نابود کردی. اصلا دیگه نمیشناسمت. سوال زحمتت شد ملدا جون. چه زحمتی؟ این چه حرفیه؟ میدونم از سر کار اومدی و خسته ای، ولی وقتی دیدم پشت تلفن ناراحت حرف میزنی طاقت نیاوردم. مسئله هارون رو بگو ببینم چی شده. نمیدونم، انگار فکرش یه جای دیگه است. انگار یه مشکل جدی داره. معلومه اصلا به من توجه نمیکنه. شاید تقصیر منه، اما عقب انداختن نامزدی و اینا همه چی پشت سر هم اتفاق افتاد. مسئله‌ای که فکر میکردم حلش کردیم انگار دوباره داره جون میگیره. شاید باز همون زنی که پیشت اعتراف کرد. میترسم که هنوز فکرش پیش اون باشه. نه جانم، دیگه چی؟ اگه اینطور بود که اصلا بهت نمیگفت. معلومه که چقدر عذاب وجدان داره. کاش میدونستم. چرا نگو ملدا، تو زندگی هارون جز تو نمیتونه کسی باشه. اون مال توه. عصر بخیر. بیا اینجا ادا جون. کجا میری؟ بیا به آبجیت یه چیزی بگو. درگیر افکار احمقانه شده. چه فکر احمقانه ای؟ گویا یکی تو زندگی هارون هست که نمیتونه اونو فراموش کنه. اگه چنین چیزی باشه که ما چشمشو در میاریم، مگه نه؟ هم چشم هارون و هم چشم اون برپریده. تو حالا فکر اینو نکن. تاریخ جدیدی رو تعیین کن. دلت قرص باشه بابا، هیچ اتفاقی نمیافته. ببینم ترکان، پشت قضیه عقب افتادن نامزدی چیز دیگه ای نیست؟ نه بابا، چه چیزی میتونه باشه؟ داماد ما برای اینکه راحت به کارامون برسیم و هول هولکی نشه گفته. چی بگم؟ قهوه دم نکشید؟ جمیل، بذار کرمو صداش کنم بیا تو خونه بخوابه. گناه داره دیگه، عقلش اومده سر جاش پسره. نه خانم، بذار یکم ادب شه. تو همش داری لوسش میکنی. کرم، هیچ وقت فکر میکردی این روزا رو ببینی؟
ببین چی میگم. اگه خیالت راحت نیست یکی رو بگیر که تعقیبش کنه ها. چی میگی؟ تو دیگه کی هستی گلای؟ والا جدی میگم، زن دایی من برای داییم این کارو کرده بود، چیا که نشد. اگه نشدم خودمون میافتیم دنبالش. نه عزیزم، نیازی به این کارا نیست. باشه خود دانی. میبینمت عزیزم، خدافظ. ادا هرچی که بین ما بود واقعیت بود. تو میخوای همه رو انکار کنی؟ فقط میخوام فراموش کنم هم. الو ادا، خواهش میکنم قطع نکن. تو رو خدا فقط گوش کن. ادا نمیشه. با دلتنگی های هر شبم نمیدونم چیکار کنم. میدونم خیلی اذیتت کردم، برای همینم هرگز خودمو نمیبخشم. برام سخته که فراموشت کنم ادا، ولی الان خیلی سخت‌تر شده. نمیتونم کسی دیگه ای رو کنارت ببینم. نمیتونم این اجازه رو بهت بدم. صدا میشنوی؟ نمیتونم اجازه بهت بدم. ادا چطوره؟ از اینجا خوشت میاد؟ آره خیلی خوب شد که اومدیم. از همون اول فهمیده بودم واسه اینکه حسادت منو تحریک کنی و سلماز میگردی. نه عزیزم. مگه نه؟ ولی خب جواب داد. نگاه با پای خودت اومدی پیش من. پرچون دوست دارم. منم دوست دارم. پسرم این در رو باز کن دیگه. کرم زود باش بیا در رو باز کن. اومدم مامان اومدم. صبح بخیر. راحت خوابیدی؟ وای مامان چه خوابی داشتم میدیدم. یه خواب توپ. چی میشه یکم دیرتر میومدی؟ قبل از من بابات میومد تو هم باید خواب این صبحونه رو میدیدی. میفهمی؟ یالا زود باش تا بابات نیومده اینو بخور. منم باید برم سرشو گرم کنم که تو لو نری. باشه. اخبار چه؟ انشالله یه روزی خوابم تعبیر میشه. چیه جان بنال سر صبحی چیه؟ چرا عصبانی میشی پسر جون؟ امروز از دنده چپ پا شدی؟ این کاش که پا نمیشدم.
داشتم چه خواب درجه یکی میدیدم که مامانم اومد. حالا هرچی اینه رو بل کن، یه برنامه هالول توپ داریم. ها چیه؟ برنامه توپ چیه؟ سر حسابی میخوای ببریم اون کو؟ پسر باید به مژدگونی بدی. برجو و سلماز همه میان، میریم پلاژ. چی برجو؟ برجو هم میاد. باشه الان میام. متین چند بار دیگه میخوای بهم زنگ بزنی ها؟ باشه کاری که گفتی رو میکنم. با خواهر ملدا صحبت میکنم. باشه میدونم آدمای احمق غرورشونو نمیشکنن. خداحافظ. روز بخیر. تولگا من اومده بودم ملدا خانم رو ببینم. که اینطور؟ باید کار مهمی باشه که صبح به این زودی میشه گفت آره. صبح بخیر آقای هارون، خوش اومدین. روزتون بخیر. پدرتون گفتن سریعا این پرونده رو الان وقت ندارم. درفل فقط... این چه وضعشه تو ایران رو؟ بیار تو اتاق. چشم. بفرمایید آقا، چه امری داشتین؟ میخواستم خانم ملدا رو ببینم. قرار قبلی داشتین؟ نه ولی بگین تولگا میشناسه. بله؟ ملدا خانم، آقای به اسم تولگا میخوام شما رو ببینن. قرار قبلی ندارن، چی کار کنم؟ بگین بیان بالا راهنماییشون کنی. سلام ملدا جان. بیا تو تولگا. اگه مزاحمم بعدا میام. مشکلی نیست، بیا بشین. راستش منم میخواستم باهات تماس بگیرم. خوب شد که اومدی. میخواستم تصمیم مزخرفی که با ادا گرفتین از دهن تو هم بشنوم. مزخرف واسه چی ملدا جان؟ ملدا خانم ببینین، من قبلا هم گفتم که ادا رو تو دنیا از همه چی بیشتر دوست دارم. ببینم هنوزم ازم ناراحتی؟ تو هم نباید بیکاری تولگا رو به رخش میکشیدی سوال. خیلی خجالت کشید. چرا؟ مگه دروغه؟ هر دوتون بیکارین و در ضمن خاله مسعوده مریضه و تو هم هنوز درستو تموم نکردی. من فکر میکردم خیلی دوستای صمیمی هستیم ادا. چرا فکر ازدواج با تولگا رو ازم مخفی کردی؟ گفتم که خیلی سریع اتفاق افتاد. ادا چی شده؟ چیزی نیست. بیا بشین اینجا، خوب نیستی؟ الان خوب میشم. صبونه نخوردم، کمی حالت تهوع دارم. بذار بگم برات یه چیزی بیارم. چی میخوری؟ نکنه بازم قارون بهت زنگ میزنه. اون چی میخواد؟ نمیدونم. میدونه میخوای ازدواج کنی؟ تو هنوز میبینیش نه؟ نه. اگه اینطوره پس از کجا میدونه ادا؟ سوال تو دیگه اذیتم نکن. زندگی همه رو خراب میکنی. وقتی هنوز بهت زنگ میزنه معلومه که میخوادت. خب پس چرا هنوز میخوای با تولگا ازدواج کنی ادا؟ تو سعی داری چی کار کنی ها؟ بس کن، سوال کافیه.
راستش ملدا جان، من در واقع به خاطر این اومده بودم که بگم، یعنی یه لحظه ببخشید. بفرمایید. باشه الان میام. تولگا یه جلسه فوری داریم، باید برم. تو چی میخواستی بگی؟ میدونی من مهندسی برق خوندم ولی هنوز شغل مناسبی پیدا نکردم. گفتم شاید تو کسی یا جایی رو میشناسی که میتونی به معرفی کنی. سعی خودمو میکنم، اما یکم بهم فرصت بده ببینم چی کار میکنم. باشه، خیلی ازت ممنونم ملدا. بازم ازت متشکرم. اتاق آقای بورا کجاست؟ خواهش میکنم تولگا جان، هر کاری از دستم بر بیاد انجام باشه، میبینمت. تولگا برای چی اومده بود؟ میخواست با من حرف بزنه. راستش خیالم راحت شد. اون واقعا عاشق اداست. میتونه خوشبختش کنه. اگه میخوای تو برو جلسه، بعدم من خودم میام. باشه. چرا به تلفنم جواب نمیدی؟ چی از جونم میخوای؟ چرا راحتم نمیذاری؟ چرا اجازه نمیدی فراموشت کنم؟ برای چی؟ دیگه به هم زنگ نزن لطفا. من وجود ندارم، میفهمی؟ ادا نمیتونم جوری رفتار کنم که انگار هیچ اتفاقی بینمون نبوده. بذار ببینمت، رو در رو حرف بزنیم. ادا نمیشه، نمیتونم. خوب متوجه شدید سوگل خانم؟ بله آقا. خوبه. ملدا، پس هارون کجاست؟ داشت با تلفن حرف میزد. بی زحمت فوراً صداش کنید. حتما. من صداش میکنم. باشه، مرسی. میخوام باهات حرف بزنم، خواهش میکنم. میایی مگه نه؟ باشه، برای آخرین بار عصر میبینمت. باشه. هارون ببخشید، بابات ازم خواست که صدات کنم. جلسه داره شروع میشه. باشه، اومدم. اگه امروز گلا رو بکارین خوب میشه. چشم شیل خانم. آهان، دستگاه تمیز کننده استخر بچه هم بود، خراب بود. چی شد؟ درستش کردم. باشه، متشکرم. مامان منم بیام. گفتم که نسینم. چی میشه؟ میخورم به تا، ولی این دفعه این اداهات به کارت نمیاد. دختر خوبی باش تا من برم برگردم. باشه. کی نوه منو اینطوری ناراحت کرده؟ مامانم منو با خودش نبرد. اشکالی نداره عزیزم. نگران نباش، مامان بزرگ خوب میدونه چطوری سرگرمت کنه. یادت نره این یه رازه بین من و تو. این رازو نباید جایی بگی یا عزیزم، باشه؟ باشه. خب پس بیا بریم. بعد از حادثه کانتینر، تلاشی که برای بهبودی وضع کردن باعث شد کارای دیگه بلنگه. ها؟ باعث اینا چیه؟ سهلنگاری ملدا خانم. معذرت میخوام ولی این نابخشودنیه، غیر ممکنه. دوستان لطفاً همه نظراتشون رو برای خودشون نگه دارن. نتیجه چیه؟ لطفاً اینو بگو براک. نتیجه فراکت. نتونستم نروژیا رو قانع کنم. میخوان درخواست شرکت رو دوباره ببینم. فکر نمی کنم قانع بشن. فیاض خان، اگه لازم باشه میتونم استعفا بدم. نمیتونم خودمو ببخشم. دخترم، تجربه همون خطاهایی که انسان‌ها نمیتونن فراموشش کنن. مهم اینه که از این اتفاق درس بگیریم. من مطمئنم که اینو جبران میکنیم. دوستان، جلسه به پایان رسید. روز بخیر. بریم دخترم، بریم. اینطوری نمیشه ادامه داد. باید با بورک صحبت کنم. از اول جلسه همش به هم اهانت میکرد. سعی کن یکم آروم باشی. چطور آروم باشم؟ این رفتار در شأن تو نیست. یعنی تو هم منو مقصر میدونی؟ آره؟
عزیزم من کسی رو مقصر نمیدونم، باید برداشت نکن. تازه دلیل این عصبانیت چیه؟ میشه بگی؟ نمیدونم، تو بگو. این روزا تویی که رفتارت عجیبه. فکر میکنم الان وقت این حرفا نیست. بهتر اول مشکلمون رو با نروژی حل کنیم. باشه، من فوراً تماس میگیرم. نیازی نیست، خودم حلش میکنم. تو اینجا چی کار میکنی؟ منتظرت بودم، زنگ زدم جواب ندادی. ببخشید نشنیدم، معذرت میخوام. با من بیا، میخوایم بریم یه جایی. کجا؟ حالا بیا. کجا میری؟ بفرمایید. خانم ادا تشریف دارن؟ ادا؟ بله خانم. نه ادا خونه نیست، من مادرشم. بفرمایید. خانم دخترتون برای نتیجه آزمایششون نیومدن، فقط چون تو آزمایششون دیابت دیده شده دکتر ماما میخوان که با بیمار مشاوره کنن. متوجه نشدم، چرا ماما باید دخترمون رو ببینه؟ فکر کنم میخوان در مورد اینکه دخترتون در طول دوران بارداری چیا مصرف کنه باهاش صحبت کنن. یعنی ادا حامله است؟ خوش اومدید ایشیل خانم. کمک میخوان؟ آره بگیر، فقط این بمونه، هدیه سینمه. زودتر بدم بهش تا منو ببخشه. کجاست؟ تو باغ داشتم با سعادت خانم بازی میکردم. خیلی خوب، پیداش میکنم. دریا دلفینم داره مگه نه ماما بزرگ؟ البته که داره عزیزم. الان اگه دلفینا روی آب بودن خیلی خوب میشد، چون ما میتونستیم ببینیمشون مگه نه؟ آره. دلفینا کانگورای دریایی هن، تو میدونی مامان بزرگ؟ چرا؟ آخه اینطوری میپرن. ای ناقلا، ای ناقلا. I will be in Oslo in a few days. We will be able to solve it. Nothing like this will be happen in future. I give you my word. Okay, I see you soon. بله چی شده؟ خواهرتون زنگ زد، نتونسته بود باتون تماس بگیره. مادر و خواهرزادتون انگار گم شدن. چی؟ تولگا. منم مامان. ببین کیو برات آورد. ادا خوش اومدی. چطوری دخترم؟ ممنونم خاله مسعود، شما چطوری؟ خوبم دخترم. مامان یادته بهت گفتم یه سورپرایز خوب برات دارم؟ من و ادا داریم عروسی میکنیم. مگه تو همش نمیگفتی که میخوام سر و سامون بگیری؟ پس زیاد منتظرت نمیذاریم، همین هفته ازدواج میکنیم. این هفته؟ آره، دلیلی نداره که طولش بدیم. تبریک میگم. عزیزم، دختر عزیزم، ایشالله در کنار هم خوشبخت باشین. ممنون خاله مسعوده. توی یخچال آب میوه دارم، بعد این خبر خوب خیلی میچسبه. شما بشینین من الان میارم. زحمت نکشین. این چه حرفیه؟ اصلا زحمتی نیست. این خاله مسعوده است؟ اینجا داره میخونه؟ چی میگی؟ کاست هم داره. از وقتی که بابا مرده دل و دماغ خوندن نداره. من نمیدونم این تحقیقات
باید کامل بشه. بابا چطوری از خونه بیرون رفته؟ مگه من نمیگم مواظب مادرتون باشید؟ 1 ساعت رفتم بیرون، وقتی برگشتم نبود. چطور تنهاش گذاشتید؟ دیدید که دیشب چی شد؟ در ضمن سینمم پیششه. آروم باش پدر، نگران نباش، هر دوشونو پیدا میکنیم. شما بیا بشید. مامان بایستی که برگردیم خونه باشه؟ باشه عزیزم، صبر کن. ولی دیگه بریم. باشه عزیزم، الان پیداش میکنم. عالیه. عالی. کی از زندان آزاد شدی؟ بلش کن بریم. چه؟ با من بود؟ آره با تو بود. این اولین باره که با هم اولین بار؟ دیگه قضیه حله. ها از این به بعد دیگه برجو زنداده شده. افتاد؟ سلام جان، این پسره چشه؟ میخواستی چش باشه؟ برجو تازه برای اولین بار پسرمونو دیده. خب سلماز جون، تا آزادی چیزی نمونده. سلماز چطوری؟ خوبم. انگار قراره به زودی جداشیم. آره ولی تا وقتی نتیجه نگرفتیم باید دوست دختر من بمونی. اوف، یعنی مجازاتم تموم نشده؟ آره عشقم. 2 ساعت اینجاییم، لااقل باشه یه نوشیدنی خنک برام بگیر. آخ ببخشید تو رو خدا، الان برمیگردم. لازم نکرده، خودم میگیرم. مواظب باش. چیه؟ مگه چی شده؟ میخواستی چی بشی؟ خب یکم مراقب خودت باش دیگه، بی تربیت. مراقب خودم هستم. آهای برادر، یه چیزی یادت رفت؟ چی شده مگه؟ چی شده مگه ها؟ علامت میگم، این چه طرز حرف زدن با یه خانم محترمه ها؟ به تو چه؟ یعنی چی به تو چه ها؟ یعنی چی به تو چه؟ اون دوست دخترم مردن. دستت بکش جوجه، بار گام چه؟ داداش ولش کن، چیکارش داری؟ ببینم این مردن چی میگه؟ لش کن. بریم. کرم مرسی. ما کاری نکردم. میخوای واسه تو هم یه چیزی بگیرم؟ نه نمیخوام، ممنون. اگه خبر جدیدی شد لطفاً به ما هم خبر بدید. منتظرم. مرسی. بله ملده. هارون چی شد؟ خبری شد؟ هنوز نه. چرا به من چیزی نگفتی؟ الان میام اونجا. نه نیازی نیست. اتفاقا پلیس دست به کار شده. دستشون هم درد نکنه، همه دنبالشونن. باشه.
خونه نمیری؟ من حوصله‌ام سر رفت. باشه دخترم، یکم دیگه میریم. من دیگه خسته شدم. چی میشه زودتر بریم؟ ولی نمیدونم کجاست. ولی من تشنمه مامان بزرگ. باشه دخترم، گریه نکن عزیزم. تو همینجا بشین، من برم برات آب بگیرم. باشه؟ باشه. مامان، من اومدم. کسی خونه نیست؟ مامان، چیزی شده؟ ادا چطور تونستی با من همچین کاری بکنی؟ چطور تونستی با بابات همچین کاری بکنی؟ مامان، دختره بی حیا، این بچه مال کیه؟ این بچه کیه؟ مامان، بچه‌ای در کار نیست. میدونم، از بیمارستان زنگ زده بودن، خبر دارم. مامان صبر کن، سختش کردم. گفتم بچه‌ای در کار نیست. حیای بی شرم هرزه. تو میخوای ما رو بکشی؟ این همه زحمتی که برات کشیدم حرومت باشه، حرومت باشه. توف به اون بی آبرویت. اگه بابات بشنوه میفهمی؟ از قصه دق میکنه. خدا لعنتت کنه بی حیا، بی آبرو، بی آبرو. گم شو جان، چشم دور شو. گم شو، گم شو، گم شو، گم شو، گم شو. سعادت خانم اومدن. خدا شکر. سعادت ما رو ترسوندی. مامان پس سینم کو؟ نمیدونم، مگه اینجا نیست؟ مامان با هم از خونه در اومدید. با هم بودیم؟ یادت نمیاد سینم کجاست؟ پدر آروم باش. من نمیدونم، یادم نمیاد. مامان چطور یادت نیست؟ چطور فراموش کردی؟ باشه آروم باش شیر. هر جا باشه پیداش میکنیم، نگران نباش. آروم باش مادر. هی دختر جون، چرا گریه میکنی؟ مامان بزرگم رفته برام آب بیاره ولی بر نگشته. من مامان بزرگتو پیداش میکنم، با من بیا. نمیشه، تو غریبه ای. من مامان بزرگمو میخوام. باشه دیگه، منم میبرمت پیش مامان بزرگه. نمیشه. میشه. نمیشه، ولم کن. من با تو نمیام. ولم کن. نترس دختر جون، بیا میبرمت پیش مامان بزرگه. بیا. بیا دیگه. داد نزن. بیا دیگه، نترس. از من نترس. فیاض اصلان؟ بله بفرمایید. مامان جونم. دختر عزیزم. دختر خوشگلم. ای بابا ملدا،
هی میگی همدیگه رو ببینی ولی اصلا با هم حرف نمیزنی. هارونه داره زنگ میزنه. الو هارون، خبری شد؟ آره پیدا شده. هر دوشونم خوبه. خدا رو شکر. امروز هممون ناراحت بودیم. میام ببینمت، یکم حرف بزنیم. برای هر دومونم خوبه. راستش بهتری یکم خونه باشه. باشه. عصر چی؟ با یکی دیگه قرار ملاقات دارم. اگه بخوای فردا تو شرکت هم دیگه رو میبینیم. باشه. خوشحال شدم که پیدا شد. سلام برسون. حالا دیدی؟ حرفایی که شنیدم درست بود. داشت تو شرکت با اون دختره حرف میزد. اصلا با خودش قرار داره. شاید یه قرار کاریه یا یه صحبت دوستانه. ممکن نیست؟ نه، از صداش، رفتارش، از همه چیش معلوم میشه. من حس میکنم. باشه. حالا که تا این حد مطمئنی میریم و با چشای خودمون میبینیم که با کی قرار داره. یالا بلند شو دیگه. این تنها راهیه که میتونی از ترسات خلاص شی. با کانال ابونه شوید و نوارهای نو را انتظار شوید. اگه بابات بفهمه از قصه دق میکنه. آبرومونو بردی. خدا لعنتت کنه. الو ادا اونجایی؟ منتظرم نباش هارون، نمیام دیگه. هرگز منتظرم نباش. آخه چرا؟ تو خودت گفتی میای. چیزی شده؟ خواهش میکنم حرف بزن. چی شده؟ کجایی؟ ادا گریه نکن. خب چرا با من حرف نمیزنی؟ دیگه نمیتونم طاقت بیارم. دیگه نمیتونم. خواهش میکنم فقط بگو کجایی. نه ادا میگم بگو. خونم. میخوای چی کار کنی؟ میخوای بیای اینجا؟ اگه لازم باشه میام. نه یا از خونه اومدم بیرون زنگ میزنم. ثروتی که سالها برای به دست آوردنش زحمت کشیدم هیچ ارزشی نداره. میبینی پسرم؟ آره پدر، حاضرم همه ی زندگیمو بدم ولی مادرم خوب بشه. کاش این امکان وجود داشت. آدم قدر بعضی چیزا رو فقط زمانی که از دستشون میره میفهمه پسرم. تو هم برای اینکه قدر ملدا رو بدونی باید اونو از دستش بدی. نمیفهمم پدر. از مولانا پرسیدن که عاشق کیه؟ اونم گفت که اگه دلت گرم بشه میفهمی. پدر من نیازی نیست که چیزی بگه پسرم. من هم توی چهرت هم توی قلبت میبینم. برای همینم نمیخوام که اشتباهی مرتکب شی پسرم. نه خودت آزار بده نه دیگرانو. بازم داری میری پیش اون زن فیاض؟ نه سعادت، جایی نمیرم پیشتم. نگران نباش. باشه الان میام.
صبر کن گلای، منصرف شدم. این کارمون خیلی بچگانه است. اوف، ما کاری نمی کنیم که، فقط میخوایم ببینیم با کی قرار داره، فقط همین. خشکی شانس. چرا قرمز شد؟ متوجه ما نمیشه؟ نه متوجه نمیشه، ولی اگه با این سرعت بره بهش نمیرسیم. بودو. ادا همونجا وایسا، اومده. وایسا. متشکرم که اومدی. بیا بشین، میریم یه جای خلوت. آها اینجاست. وای خدای من، گلای دیدی؟ یکی رو سوار ماشینش کرد. باورم نمیشه. کاش که اشتباه میکردم. میخوام ببینم اون زنی که کیه. چی؟ اینطوری نمیشه دید. ترافیکه، نمیتونم برم کنارش. ولش کن گلای، یه وقت میبینتمون. فقط گمشون نکن. میریم دنبالش، باشه؟ ای وای دور زد. من الان چطوری باید بگیرمش؟ بی خیال دیگه، لازم نیست. ببین پیچیدن توی اون فرعی. الان برمیگردم و گیرشون میارم، پیداشون میکنم. به زودی میفهمین کیه. واسه چی نمیخواستی بیای؟ تو خونه اتفاقی افتاده؟ چیزی نیست.
نسرین جان. باید تو این کافه باشن. الان وقت مچگیریه. بدو بریم. گلای من نمیتونم. شاید بهتره که منتظر باشم تا خودش برام تعریف کنه. تا اون برات تعریف کنه میخوای با این شک زندگی کنی؟ شاید بخواد ازت مخفی کنه. تازه ممکنه یه ملاقات کاری باشه. اوف، نمیتونم فکر کنم. ادا دلم برای چشات تنگ شده. این که بدون ترس زل بزنم به چشات. شادی و معصومیت رو توی چشات ببینم. چشات حتی یه لحظه هم از ذهنم خارج نمیشه. هم شادیم و هم معصومیتم و ازم گرفتی. تو منو نابود کردی. میفهمی نابود شدم. تو فکر میکنی من نابود نشدم؟ ادا عذابی که میکشم و نمیتونم توصیف کنم. اگه تو بخوای میتونم همه چی رو درست کنم. فقط کمی زمان بهم بده. بهم بگو چطوری؟ اصلا نباید میومدم اینجا. نه ادا، لطفا بشین. فقط ازت یه چیز میخوام. به حرمت اون روزای معصوم فقط ازت یه چیز میخوام. چی میخوای؟ اجازه بده حرفمو تموم کنم باشه؟ گوش میکنم، بگو. بریم مچشو بگیریم. صبر کن، بذار یکم دیگه فکر کنم. چیزی نیست که فکر کنی ملدا. اگه داره فریبت میده یا الان با چشای خودت میبینی یا اجازه میدی احمق فرضت کنه. دست و پام داره میلرزه گلای. اگه ببینم با یه دختر دیگه نشسته ممکنه قش کنم. من طاقت نمیارم. زود باش بیا از اینجا بریم. من نمیتونم بیام. نمیتونی از تقدیرت فرار کنی. اگه تو نمیری ببینی من میرم میبینم. نه. من چیزی میل ندارم. شما چی؟ قهوه لطفا. بله حتما. ادا اگه ازدواج کنی خوشبخت نمیشی. اینو خودت هم خوب میدونی. لطفا یکم بهم فرصت بده. من میتونم همه چی رو درست کنم. ادا بدون تو نمیتونم. دیگه بدون تو نمیشه. میتونیم بدونی که کسی رو برنجونیم خوشبخت بشیم.
این امکان نداره. ملدا وایسا. درسته مگه نه؟ معشوقش کنارشه؟ از اینجا بری. نه میخوام ببینم. میخوای خودتو ناراحت کنی؟ یه دختری هست دیگه، تمومه. خدا هر دوشونو لعنت کنه. دیگه هرگز ما به دهنت نیار. مایی وجود نداره، فهمیدی؟ مجبوری که همه چی رو فراموش کنی. ادا هرگز نمیخوام ببینمت. ولم کن کولای، میخوام برم ببینم. نه ملدا، نمیذارم بری. نمیتونی اینجوری باهاش روبرو بشی. یعنی میخوای انقدر کوچیک شی؟ گفتم ولم کن. نه نمیتونی. نمیتونی با این حال خرابت بری اونجا. پس غرورت چی میشه؟ بریم از اینجا، خواهش میکنم.